ما کردها وقتی کسی رو خیلی دوست داشته باشیم براش از این دلمه خوشمزه درست میکنیم. یعنی این دلمه از خوشمزه ترین دلمه های ایرانه. مطمئنم اگه یه بار امتحان بکنی عاشقش میشیم. واسه درست کردنش اول یه پیاز بزرگ و نگینی خردش میکنیم، با روغن سرخش میکنیم، ادویه هایی که توی تصویر نوشتم اونا رو بهش اضافه میکنیم. بعد که پیازا یکم رنگش عوض شد بهش گوشت چرخ کرده اضافه میکنیم. بعد 2 قاشق غذاخوری بهش رب اضافه میکنیم، یه قاشق زرش، یه قاشق رو به انار اضافه میکنیم. البته اگه دوست داشتید میتونید 2 قاشق هم اضافه کنید. حالا نصف استکان آب رو بهش اضافه میکنیم، در حد 2-3 دقیقه تفت بخوره و اونو کنار میذاریم. نصف 1 کاسه برنج نیم دانه اگه باشه بهتره که قبلا 1 ساعت قبلش اونو خیسونده باشیم. و 1 کاسه سبزیجات معطر بهش اضافه میکنیم به برنجمون. سبزیجات معطر رو من توی تصویر براتون نوشتم که از چه سبزیجاتی استفاده کردم که من بعضیاشو از سبزی خشک اضافه کردم. خب الان این موادی که درست کردیم، قیمه سرخ شده، اینا رو بهش اضافه میکنیم به برنج و سبزیمون. اینو کاملا با همدیگه مخلوطش میکنیم که مواد داخل دلممون آماده بشه. یکی از آیتمایی که خیلی دلمه رو خوشمزه و خوش عطر میکنه استفاده از فلفل دلمه‌ایه که به همین صورتی که براتون انجام دادم داخلش رو خالی میکنیم. از این موادی که درست کردیم میریزیم داخل دلممون. گوجه فرنگی هم به همین صورت برش میدیم، با قاشق توش رو در میاریم و از اون مواد میانی دلمه داخل گوجه فرنگی هم میذاریم. بعد این برگه‌ای که استفاده میکنیم خیلی خوشمزه میکنه دلممون، برگ چغندره که اینو به این صورت این قسمت سفیدش رو برش میدیم و از این ساقش میتونیم برای ته قابلمه‌ای که میخوام دلمه رو توش درست بکنیم بذاریم، خیلی که وقتی که هم درست میشه خیلی خوشمزه میشه. خب الان برگ مو هم که آیتم اصلی ما هستش، به این صورت که 2 طرفش رو اینجوری رو هم میذاریم و میپیچونیم. دلممون به این شکل در میاد و خیلی هم خوشگله. میذاریم توی قابلمه. بعد الان اینجا یه دونه دیگه هم براتون گذاشتم چجوری تاش میکنید. به این صورت آماده میشه. الان از این برگ چغندرم به طرف مثلا برعکسش اون جایی که کم رنگی میذاریم و مثل تصویر تاش میزنیم. بعد دلمه ها رو اینجوری میچینیم تو داخل قابلمه. فلفل دلمه هم که پره از اون مواد داخلی میکنیم، مواد دلممون میکنیم و وسط قابلممون قرار میدیم. همچنین گوجه فرنگی ها هم به همین صورت و داخل وسط قابلمه قرارش میدیم و همچنین برگ چغندرم که درست کردیم بازم اینم کنار این قرار میدیم. بعد یه چیز بهتون بگم، این برگای چغندر رو ردیف اول یعنی زیر نذارید چون خیلی زود میپزه و ممکنه خیلی له بشه. همون برگه های مو بهتره که زیرتر باشه. بعد 1 کاسه و نیم آب اگه باشه، آب گوشت یا آب مرغ میتونید روش بریزید و روش رو با همین برگ چغندر میپوشونیم. یه دونه ظرفم روش میذاریم، برعکس میکنیم و روی حرارت متوسط به مدت 1 ساعت میذاریم. دلمه ما بعد 1 ساعت کاملا پخته و خیلی هم خوشمزه شده. عطرش، بوش، طعمش فوق‌العاده است.
حتما بهتون توصیه میکنم درستش کنید. اگه شما دوست داشتید میتونید از مرغ و یا مثلا گوشت دنده استفاده کنید واسه بین دلمه که خیلی خوشمزه ترش میکنه. بله اینم ساقه‌هاشه که بهتون گفتم که خیلی خوشمزه است، اون تهش بذارید خیلی خوشمزه است. اینا همیشه سرش اون ساقای برگ چخندر دعواست. آره دیگه، به به چه بو و طعمش جای شما خالی. امیدوارم که درستش کنید و ازش لذت ببرید. راستی وقتی که توی ظرف میچینن حتما بهش روغن داغ اضافه میکنن همراه با نون سنگک و یه دوغ ترش گازدار میل میکنن و نوش جان میکنن. امیدوارم شما هم درست کنید بخورید، مخصوصا که الان هوا خوب شده برای پیکنیک یا میرید توی طبیعت گزینه خوبی خواهد بود و بسیار خوشمزه است. دوستای عزیزم حتما اگه منو سابسکرایب نداری سابسکرایب بکنید، کامنت بذارید، یه قلب قرمز برام بذارید و منو حتما لایک کنید. تا یه آموزش دیگه بدرود.